سر شده گلشن. به خاطر اینکه کامل ترین دین است دیگه نیازی نیست که دین دیگرم بیاید، پیغمبر دیگرم بیاید. این میشه فضیلت دوم برای پیامبر که ایشان خاتم پیامبران. همچنان که آیه شریفه میفرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. فرستاده خداست و خاتم پیامبران است. یکی از معانی مشهور خاتم یعنی آخرین پیامبر است، ختم پیامبران. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله یا رسول الله. اگر مسلمان ها متحد بودند در حالی که در میان کشورهای اسلامی کشورهایی هست که در داشتن قدرت نظامی جزء 10 کشور برتر قدرت نظامی دنیا هستند. با این وصف امروز ما شاهد این وضعیت دردآوری که چند میلیون یهودی در قلب جهان اسلام هر کاری که دلشان میخواد انجام میده و قطعاً نه اسرائیل بود و نه هم سلطه کشورهای سلطه طلب بر جهان اسلام، و این نتیجه اختلاف و نزاع ماست. میخواستم عرض کنم که به دو دلیل و به دو علت این مراسم از طرف شورای علمای شیعه افغانستان برگزار شده است. دلیل اول تجلیل از میلاد این دو تا بزرگوار که مکرر یاد شد و هدف اصلی هم از این تجلیل الگوگیری است. دلیل دوم هفته وحدت و هفته اخوت است. یا محمد یا محمد، شام دل انسان ها را تو شده چون ما، ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، شام دل انسان ها را تو شده چون ما، ای هادی اهل دنیا یا رسول الله یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله یا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي
الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. صبحی که دمید از مشرق با سوره از چشمانش، سرچشمه از رحمت بود در جاری بی پایانش. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله، یا رسول الله. از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد شام دل انسانها را، تو شدی چون ما ای هادی اهل دنیا. یا رسول الله شام دل انسانها را، تو شدی چون ما ای هادی اهل دنیا. یا رسول الله یا رسول الله.